اصل هر آدمی سر جاشه، جاش عوض بشه اصلش که عوض نمیشه. تو شیخ بودی، پادشاه نبودی، برای همینی که اومدی پادشاهی کنی خراب کردی. از شیخ پادشاهی در نمیاد که. شیخ باید به امور مذهبی خودش بپردازه، در بهترین شکلش عبادت کنه، خیر دنیا رو از خدا بخواد. وقتی ابزارالات و حکومت میدی دست شیخ، اون وقت اینجوری میشه با این ور بجنگ، با اون ور بجنگ، ادعا کن، مخالفان تو بکش. آخرش دیدید که محصور شد در تهاجم مخالفانش. اونقدر که دیگه گفت زورم نمیرسه، دعا کنید برای من. اما اگه فرومایه باشی، اگه بدذات باشی، حتی رئیس مملکت هم بشی، کسی برای تو احترام قائل نیست. مثل همون شیخی که شد حاکم، شد پادشاه، میراث حکومت به او رسید، اما شروع کرد به کشتن و غارت کردن و جنگیدن و معلوم بود که این جایگاه یک پادشاه رو نداره، اگرچه به جای پادشاه نشسته بود. ذاتش ذات بدی بود، برای همین هیچ وقت خیر نمیدید.